السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداره مرغ بازار مسجد برای شما از بازار جمعه بازار یکم است که مرغ بازارش برای شما اندک باشه نوار میگیریم تو اینکه شما نیز فهمید که نرخ و نواهی خروسچوجه غاز نمیدونم دیگر چیزها چند سومی هسته یا که مرغای جنگی امروز باشد 10 مارس 2023 روبل روسی باشد برابر است به 143 سومون و 50 درم ولی باشد برای شما از نرخ نوهای این مرغ دیدن میکنیم. این خروس ریابش که 120 سومون شما اون خروس ریابش 120 سومونش میده. تقریبا 2 کیلو گوشت داره. این خروسه هم که چند شد بینم یک نمود ریابوشکا 50 سومونش گفته. آنه خروس جنگی پرادی ترکی بوده 300 سومون گفته. صاحبش 300 گفته است. با ممکن که ارزان شود دوستان. من یک خروس چوجی دیگه ریابوشکا 70 سومون گفته داریم. پسل پوش باستیان خواب رفته. این تاجداری نی که؟ این تا 50 سومون من تاج بینه 1 متر تاج. بله کنو. لیگی که لینگا 50 سومون گفتی؟ اینه تا؟ چندی؟ ای 50 این مرغابی موده ها 50 بوده 50 سوم ویاش سی این کفتره چیزه این پونچه بوده من دوستو 30 سومونش میده. این چی؟ 70 سومون 70 سومون. این لینگو چیز دارم هنگی به 50 سومونی ها این خروس 100 سومون گوشه با ارزان میشده است. این موکیش 70 سومون 70 سومون دوستان 70 کرده نه 200 دسته بهش من 70 اینا رو 70 کرده هر یک شه سه بهش 200 من این بود برای شما از نرخ و نواهای مرغ‌هایی که در بازار است دیدن کردیم دوستان. ویدیو معقول باشد اگر حتما فکر و اندیشه را میگوید دوستان عزیز. نیتا چندی؟ من موکیون 100 سومون کاریم ندارم 100 سومون ندارد و خروسر 50 سومون. های دوستو باقی سربلند و خانواد باشه.